چطور وارد میدان تمرین پابجی موبایل شویم؟ سلام بچه ها، امیدوارم که چطورتون خوب باشه. بچه خوش آمدید به کانال اسکیل گیمینگ 4020. بچه این ویدیو برای اشخاص است که نمیفهمند چگونه وارد میدان تمرین پابجی موبایل شوند. پس اگر نمیفهمید تا آخر بیننده ما باش تا بفهمید چگونه وارد میدان تمرین پابجی موبایل شوند. در همین آغاز لایک، سابسکرایب، زنگوله را بزن تا از ویدیوهای بعدی ما هم مستفید شید. برای آغاز بالای مپ ها کلیک میکنیم. وقتی وارد مپ ها شدیم در بالا نشست ترنینگ گراوند یا میدان تمرین. از ما دانلود است، دانلود ندارین دانلود کرده میتونید و اگر دانلود دارید خوب است. خب میریم بالای ترنینگ گراوند کلیک میکنیم. وقتی کلیک کنیم تا وارد میدان شود یک چند لحظه ای را در بر میگیرد و ما هم منتظر میشیم. بله، به همین آسانی که دیدید ما وارد میدان تمرین پابجی موبایل شدیم. شما میتونید اینجا تمرین های مختلف پابجی رو انجام بدید، اسلحه های مختلف رو تست کنید، ببینید کدام اسلحه دمج بیشتر بالای انمی دارد و خیلی زود انمی را از پا در میارد. شما میتونید هر چیز مختلف پابجی رو اینجا تست کنید، بم رو، اسلحه مختلف رو، و شما میتونید تمرین و دقتتون رو بیشتر کنید تا در میدان اصلی خیلی خوب گیم پلی کنید. و برای اشخاصی که پابجی موبایل رو جدید آغاز کردن توصیه میکنم که اینجا بیاین تمرین کنند تا در میدان اصلی خیلی عالی گیم پلی داشته باشند. من خودم بعض اوقات اینجا تمرین میکنم. بچه این هم میدان تمرین پابجی موبایل بود. برای ویدیوهای بیشتر ما که میخواهید ببینید و میخواهید بیننده باشید و میخواهید آموزش های جدید رو یاد بگیرید و چیزهایی را که نمیفهمید بفهمید، پس کانال ما رو لایک، سابسکرایب کنید، زنگوله را بزنید تا ویدیوهای بعدی. بدرود.